شنبه یار یارانه بهتر از هر یک شنبه یار یارانه باشی یک به یک خوره یار یارانه پیش از شبی دوشنبه یار یارانه باشی یک به یک خوره یار یارانه پیش از شبی دوشنبه یار یارانه باشی پلاوی زیتون یار یارانه بانمودی گناگو یار یارانه بهر شما عزیزان یار یارانه شادی نماید افزون یار یارانه بهر شما عزیزان یار یارانه شادی نماید افزون یار یارانه تابی خوشون گوارا یار یارانه میبخشه ما بر شما یار یارانه از سیمای عزیه یار یارانه تماشا کنید ما را یار یارانه از سیمای عزیه یار یارانه تماشا زیتون ببیا یار یارانه یار یارانه یار یارانه بارک الله. سلام و درود دوستان عزیز. شده که سلام و درود مخلصان و هواداران برنامه استراحتی و برنامه حجبی گپ. عزیزان دلو دیده سیمای آزیا HD و آژانسی تنتنه بهرشمیانی عزیز برنامه دوست داشتهتان گپ را تقدیم می‌نمایند. آژانسی تنتنه تمام تشویش‌های معرکه‌های تویانه شما این کاری ماست. در سطح عالی برگزار می‌نماییم. مراجعت نمایید عزیزان. اینک درباره همکاران برنامه گفته گذشتنی هستم. قهوه‌خانه زیتون واقع در کوچه سردریا بینای رقمی 40. باید بگم که یک مکان بسیار خوش آب و هوا بسیار زیباست. میتوانید با همکاران، یاران، دوستان، رفیقان عموما با اهل عائله آمده در اینجا از 30 نمود طعام ها است و باز آش پلوی تاجیکانه بهترینش در زیتون. نگفته نمانیم که حجره‌های علایده نیز هست. شما میتوانید بی ملال در اینجا استراحت کنید. خودی حاضر به نوار فرستادند استودیو نواربرداری عزیزان ویدیو. نواربرداران کسبی با صفت اعلا تمام نمودی معرکه‌های شمایان را ثبت میکنن، نوار میگیرند و تنظیم میکنن و در سطح عالی برای شمایان عزیز تقدیم می‌نمایند. خوب آواز البته اینها همه آواز دارن لیکن بی اشتراکی خوشنگ لیبل ظفرجان دوستی عزیزی ما شما آوازی ما رو عموما نمیشنوید. اینا برای من اگه یکم معما شده ماند راست ظفرجان نترسته رفتن گریتون. شریکی با اعتماد و با لذتی ما شرکتی عزیزی. شرکت عزیزی مال و محصولات گوشتی در بالای دسترخوان شماست. نوگانی از شرکتی عزیزی، حسیب‌های نهاری، خانم وصف زکه است. شما میتوانید مال و محصولات با لذت ترین شرکت عزیزی را در تمام نقطه‌های فروش در قلمرو ولایت و جمهوری خریداری کرده باشید. شرکت عزیزی پروفیل های اکاپین همکاری کلی ماست. در تیره‌های پلاستیکی اکاپین را خریداری نمایید. اکاپین انتخابی درستی شماست. یک قرصک برای همکارم. دوستان میخواستیم اکنون آمده رسیدیم تا به جایی که باید که همگان رو معرفی کرده باشیم. گرچه میشناسن بعضی ها رو، مثلا بعضی ها رو میشناسن، بعضی ها رو عموما اینقدر نمیشناسن. بنابراین بیایید تا شناس میکنیم. نباشه. خب دوستی عزیزی ما عالم جان واحدوف یک قرصک. برادر، دوست، مهمان نیست شما اشتراکچی همین مقیمی همین برنامه هلال‌الدین دوستی عزیزم خوش آمدید دوستم، خوش آمدید. شاعر دوستی ما حافظ، کارمندی مثلا میگیم کالج صنعت محکمه بحریدین. اکنون دوستان عزیز و ارجمند در همین فرصت من گفتنی هستم که ما هر برنامه تصمیم گرفتیم یک مهمانی رو دعوت خواهیم کرد. البته شما میتوانید در صفحه یوتیوبی ما آزیا یا کانال آزیا میتوانید کدام مهمانی که شما میخواهید با ما چی کنید نامنویسی کنید، ما حتما همان نفر رو دعوت میکنیم. این نوبت ما با ما مهمان شدن حافظ دوست داشته ما و شما دوستمان رفیق ما غلام جان میرزادوی. شما دید غلام جان این برنامه گپی ما رو تماشا می‌کردین شما؟ باشید. از اگر نمی‌گفتم حیران می‌شدم. لیکن به هر حال شاگردی دستی چپ دل و نزدیک بهادر جان خوش آمدید دوستان، خوش آمدید. عبدالخلیل جان شاگردی دستی راست عبدالخلیل جان
دلیرجان و مظفرجان از لایحه استنداپ مهمان ما هستند. مبارز جان کارمند تلویزیونی آسیا ادمست کارمند تلویزیونی آسیا انا یک حافظ روزنامه‌نگاری بسیار هم ورزیده. دوست عزیزم مبارز جان من خیلی خوشنودم که شما شرکت دارید و حجویه هایی که شما دوستان میگوید بعضا به همینجا بسیار هم زیبنده است رفیق. میدونید فقط کوچگی نیست، این آدم روایت های کتابی هم میگوید. برای همین من میگم که باید که همه وقت شما شرکت کنید. و در پهلوی چنین یک روزنامه‌نگاری ورزیده و حافظی بسیار هم چی بگم خوش آواز دوستی عزیزی من گلی سری سبدی همین جامعه نفری که لطیفه نوشتگی و سرگذشت خودش کرده علاوالدین جان شما بده کارای شده که وای ما خونده میگردیم شما این کارش نکنه خودش لطیفه ها بچه‌ها یک چیز دیگه از همین خندی کردیم اگر همینجا ما همین خدا مویا یک طبق آش اگر تصور کنیم اگر خودی مویا همین نظری شما با کدام محصولاتی همون آش رو میتونیم من مثلا گریم میتونم همه تنگ بر افغانی دنبه شوم من با فورجه میشنم من آش همش به اشتراک نمیکنم که کم که سرخک شدم من میبرم مخیم جانکا آش از همه محصولاتش برنج کو برنج من همین برنج آش شمسی ایفا میبینم یک از دیوزیره دیگر که اینجا نه شما حاضر خطا کردید چی بگید حاضر ما از دنبه سن کردیم گوشتی برنامه گوشت اگر گوسفند باشه اگر مثلا کنیم عبدالخلیل لبک کنیم اگر روغن بشیدی آشنا 3 روغن بشیدی اگر گوشتی گاو باشد مال بهادر جان پرتافته سرخ کردیم میگفتگی وقتا نه کو یا بار استخوان پرسا سرخ کردیم اولیم جان ده اکو آشپا چیسنوک نمای چیسنوک محکم بایده تیزه که لیکن یک روزی دراز نام شخصی بو آمدن هم بهادر جان الیک بمونه لیکن یکی یکتا گفت ده اکو همه چیزی که گفتیم این توربوی عیاد نبروره نه من لیمون باین پرینسیپ بیمنا و بعدش اومد کنه تعریفش بابا میگه زن اونجا ریخته شده کی کومه همین نمی خورده نمیشه رسید لیمون پرینسیپ بیمنا میشه دو آش نکی بعضی پیدا میشه که کنی لیمون میگه همین خیلی اكو یخه گاوزی سر قضیه دلشون گاندن نکنیم احمد داولین دانو در کافته شما امروز آشما و اكو یک مهمان گفتیم کو بعضی میشد بعضی امروز آشما قضیدار بوده است آزی قضیه گفتی بازار پنجشنبه برم آزی بازار به مهمان خودش پیاز اینو همون پیاز قیمت دادا سرخ پشت آمدیم همون پیاز سرخ خودش 12 سوم محکم جانکوی دیده با یک چیز خاطرم با اومد آشی تخمی بیدانکی شده که میدید گیردش باید آش از همه چیزی مهمش مزه که چند محصولات نباشد اکون شرم نداشته میگویم مزهش خودتان ده اکا یه باشد رحمت اکو تگش میگه تگش هم خودم دیازه لیکن یکتا گفت ده آش باشه میخوردگی آدم نباشد نمیشد ده بنابراین بیاتون نباشد ما حاضر فقط آشخوراش استیم حاضر آشپزی علمی قهوه‌خانه زیتون کاری کلام کنه پخته میبیان باز خودشون تماشاگران عزیز ما میبینن چی گفتیتون همین آش خوردن گم هلالدین که علاوالدین در بافتاشون سریوز نمیشد نه خدا خواهد میشد لیکن یک چی بیاتون نباشد از موضوع دور نرویم لطیفه گویی بگذاریم نباشد تصور کنیم آفریقا یک طرف باغ میکنه که بعضا وقت بسیار حیوانات اگر وحش بدگر پرانه نگر و های گرفته یک علایده باغ میکنه همون باغ هم دوتا شیر شسو دست دهانش خیلی پالشکه که گفتن همین توریستا اکو شیر هم خیلی کم زند کن همین توریستا جو دلبزد نگه و دویامش هم اخیرش پشتک شده نگه چرخ صورت میگیرد گپی بسیار وایش هم زیفته است با یک ماه در نیش که من تلفن چاشم ویبره داده میگرده هندوستان با مکتب درس شده است اکو معلمم یک ویشان گفته کنی راهول گفته است که
وظیفه خانگی اجرا کردید می یا نمی؟ گفت وای راهول هم اجرا اجرا نکردم استاد گفته است. برای چه اجرا نکردی؟ گفت مانده خانمان نیست که استاد. یک قصاب پیشی وطنانگی و کارده تیز کرده شنید اینجا به سونی گوسفند آویزان کردم نکرد یکلام میکرد حتی سگی علابایی کلان اونده گفته برفت استی کوفکوک پیشی ادوکات بونده قصاب سلام علیکم گفت و علیکم دارید کی سود میتیم چکنم میکرد ورق نفسم بیست کنم گفت حتی سگ آمده سونی گوسفند گرفته برفت 1,500 سومون و چیز سگی کی بود است گوید از نام فهمیدی گفت سود میتیم گفت انی شما وای انی مامی من سود میتیم من کاغذاتون همشه توری کنم 30,000 میشد با 1,500 آورد تیتفته است طلبه حالی های معلمی و یا گفتگیشون طلبه یک طلبه سخت خصمان شده سو طلبه امتحان به درآمدگی بیلیت های همشه گفته جواب داده سو که معلم چی خیر کنه غلطاند یکو همونه خصمان سونی گوش کنید تا همش جواب دادید خوب نقض گفته سو الو یک تا دپالنیتینی سوالی الافگی چی خیر معلم سوال گفت جنگی یکمی جان دویمی جان کی سرش بود گفت سال 44 چند قدر حالی بود دیگه گفت 20 میلیون گفت یک تا نامبر کنید گفت یک پدر فرزندش نه مکتب رفتگی صنف یکم اكو گرفتن بمیرد که یکم روز قدمای اول هم تو گرفته مکتب رفتید بعد بچه سوال داد دادا یک وقت تو گفته بودی شما هم همین مکتب خواندگی بچه من هم همین مکتب خواندگی کی دوام کرده بودید 20 سال پیش بود گفت این همین به دیرکتور گفتن که 20 سال باز تو برای نخمخ دیدگی نبودم درباره مکتب گفتنم یکم صنف رفتگی بچه آمده سمکش خانه خورانده این نامردی این نامردی ها چیزی نامردی گفت من به مکتب تا ابیت گفتگی بود 11 سال بود است کو مراجعی یخموسی بیرحیمی دوستانک یخموس خورش دیدن حتی مرده که خیلی اندستی پیش یخموس خیلی گلی و یا بیان گفت و یا نیه گفت همونا بخدا همونا گفت این نیه و یا نیه گفت بیا شرط کنیم همونا اینا گفت نیه اینا و یا نیه و جو رفتم یه پرسیم قطعی اونده و مرده گفت این شما می گفت هنگو دی گفتم که اینا درباره مکتب گوزدنم یک تا بچه مکتب خونش با درامنا بیاد داداش گفته است که بچه هم امروز بهای چند گفتی گفت روید من دادای دوخان که گم نمیزنم و همون دوخان وای شده است سودین شده سو هروز کریدار رو بینه پروفسور آموزن ریشون دراز سالی معلم یک سوال تیم هم معلمش شب خورافتاسیستان ریشتون تگه ادیار میگیرید بالی ادیار میگیرید میگوید نمیدونم پخست نکدی هم گفته سو برافت است بعد یک هفته رفروش دیره ایسته بیافتاز و استودین با سوالی داده گیته پدراتون دارد چاکت گفت و ایریشن دا درون بکده موضوع بیریم دا بیریم با یک هفته ایزی خوبام نبود مقیم جانکا سرنده درباره کتاب گپ زده قهرمان هست که طاهر زهرا هر دوشان روز شبک بازی کردیم سانی طاهر گفته است که زهرا گوش کن اگر توی یابم یک بوسه میکنم گفته است بعد زهرا گفته است که طاهر جان اگر نیابی من پسی درنده گفته زهرا های هم بچلگی است اینک یک تا موضوع مکتب درس شده رفتاست که بودسو معلم سوال داده است معلم سوال داده است که کنی همین در دنیا همه چیزی تست زیب بوده است که دیگر یک تا طلبه دخترک خستو سویت گفته است چه خیلیش گفت هم تو داگرانیت همه جا روشن میشد کیم با میداند دیگر من گفته است یک تا بچه زیگه دیگر آواز گفته است هم تو داد گویید همه میشنود گفته است سونی افندی هم درس بعد داشت رازی کن خورد شانده وای مکتب خون بود گویم نزدشته من گویم گفته است ها گفته درد اشکم اهم تیز گفته است چه خیلیش بگید دین شبانه همیشه درد کرد که نه چراغ درد گفتم وای اسپید کردم نه دیگه داد گفتم اسپید کردم بعضی تشکیلات ها به نهایت کارگران نزدیک دیگه هر یک عید و معرکه جشن میگیرن یا اون تاش بیمارخانه به فرود همه دیدن میرن که یک تا میخواد کارگری آفیس بیمارخانه فرونده است
3-4 کس رئیسا که رفتن تماش دیده و یه چیزاشو داده دیده و گفته و من آدم وقتی رفت سازنده عذر ده من همینجا به کسل شدم و شما نه کار مانده اینجا میتونم گفت نه ما کارهای شما من گفتم یا کاراتون همش تقسیم کردی گرفته همش عدل کارتون پیش میبرد فقط گوید که شما چه کار میکردید آفیس نفتاز تا همین درجه که کارگر حتی نمیدوند که چیزی کام کند لیکن ما میدونیم که تمامی کارگرای ما چی کار میکنن میدونید می من غلام جان میرزادیف سرود میخونم دوستی عزیزی ما مهمانی ما غلام جان یک بار دیگر شما را ما خوش آمدید میگوییم و باور کنید اولین نخستین مهمانی ما شما هستید اکنون ما اینجا به حاضر مهمان به یگان چیز مهمان خیلی مجبور کردن نمیتونیم مثلا پولی آشت یگویم من نمیشد نخوش نمیشد نمیشه آینده گپا خودت گیر گویم با تو نمیاد اومد دیگه مهمان نمیاد لیکن بیایید خیر میکنیم مهمانی عزیز و ارجمندی ما یک سرودی بهترینشون برای ما و برای مخلصانی برنامه گپ تقدیم میسازم سپس یگان لطیفه میشنویم از این کس چی گفتیتون یک قرص زنیم کنیم برام رحمت با جانم برایتان یک سرود اجرا میکنم سرود با نام جان منی شعر از استاد لایق شیرالی آهنگ کمینه من با همراه اکای عزیز میسرایم رحمت ای که تو جانی منی جانی منی جانی منی ای که تو جانی منی جانی منی جانی منی آن که من خواسته بودم زی جهان آنی منی آن که من خواسته بودم زی جهان آنی منی در میان همه این تلخی شوری جهان در میان همه این تلخی شوری جهان نمکی عمری منی شیره ارمانی منی نمکی عمری منی شیره ارمانی منی بس که دیوانه غزل سازی تویم بس که بیت الغزل دفتر و دیوانی منی بس که دیوانه غزل سازی تویم بس که بیت الغزل دفتر و دیوانی منی هر سخن که از لبی طریق سرودش کردم من سخن سازی تویم تا تو سخن دانی منی هر سخن که از لبی طریق سرودش کردم من سخن سازی تویم تا تو سخن دانی منی ای که تو جانی منی جانی منی جانی منی ای که تو جانی منی جانی منی جانی منی آن که من خواسته بودم زی جهان آنی منی آن که من خواسته بودم زی جهان آنی منی غلام جان عزیز بعضا میشد که مثلا گیریم صنعتکارا با سرگذشته بسیار هست که مثلا خنده آور است یگان تصمیم خیلیش نقل میکنید از کنسرت‌ها یا از توی می در توی معرکه با یک من این کسام ناز میدانم اکمل جان دوستمو قطعی خدمت کردیم و 3-4 سال پیش موی سرم سالی دراز بود یعنی اکمل جان که استریشکما یخیل توی تمام کرده دام گشته شینیم یک از سالی خورسندی بالای خورسندی کردیم تو عمدن نگاه کردم موبایل اکمل جان نگاه کرده کجا آوازات جدا ناز بوده است سوزای ناز خوندی تعریف گذاشتن خما اكون اذا نكشفت جيم شدیم ها هفته رحمت راسو تعریف کردن سونی مامون نگاه کرده توی هم ناز بودی راسو جواد مول بود البته همین نگاه کنیم اگر نگاه کنیم به قریبی من جشنی گوییم مادرانه جشن گرفتیم یک جا برام خیلی جایو آواز هم هستی آواز من این طرف هستم آواز خیلی جان دیوار شده خیلی جانم
من تو باید چیه که خواهی گرفته میدم جی من خیلی آوازم سوز نه چی لازم نه اگر خواهی زر و زیور بریلیانت گفت نه آوازو زنه که بینید نه با من سلامتی شما در کار انا باید تلفنی وای در کار نه من باید گفت سانی بابا مردک نباشد گپ زن یگو ماشین گرفته تیمی من از آنها ماشین کردی تنها سلامتی شما و خانو در میدانم من اوی کردم که حقیقتا همیشه زنکا بود است نه تیلاواری میگفت نه وای رفته اون تو کره بینام یه مردک شست خیلی استاپ سنیاتا دیگه وایش زب با همون مال Yaktaş, vay be atkiritki karan guftu. Omda atkiritki yagone iman da bisteki şey mi good? Ha, hay good. Yak biste tid guftu. Ana kötü zırhlar. Ana میباین حتی آدمم در گل فروشه با 1200 گل همی هم تو بسته خوشو کردید گفت اکو چیزی کوکری کیش مفته همون باین یک تا شافیره گهی داشته سو سویتافور سرخ بود ندیدید میگوید از سویتافور دیدم و شما ندیدم یک زنک نزدیک پسیخولوگ روانشناس میگن همین بار رفته گفت است که من یک شکایت با اومدم شکایت که چی گپ گفتم شوهرم با روزش تلفن میکنم تلفن میبردارم همون که گپ میزنم گپ نمیزنم یک بار باید تشخیص گذارونتون یک بیماری روحی می چی میگن دکتر ها با روزش گپ میزنه گپ نمیزنم میگه ها گپ نمیزنم خواهرم این بیماری نه این استعداد است شریکی با اعتماد و با لذت ما شرکتی عزیزی شرکتی عزیزی مال و محصولات گوشتی در بالای دسترخوان شماست نفگانی از شرکتی عزیزی حسیب‌های نهاری خانم وصف زکه است شما میتوانید مال و محصولات با لذت ترین شرکتی عزیزی را در تمام نقطه‌های فروش در قلمرو ولایت و جمهوری خریداری کرده باشید شرکتی عزیزی پروفیل های اکپن همکاری کلی ماست در تیرزه های پلاستیکی اکپن را خریداری نمایید اکپن انتخابی درستی شماست Компания «Азизи» – производитель колбас и мясных деликатесов с 2006 года. Мясо от лучших поставщиков. Отборная говядина. Натуральные пряности. Уникальная рецептура и традиция наших технологов – вот секрет вкуса нашей продукции. «Азизи» – у качества есть свое имя. Что выбираете вы? Традиционное решение или что-то более провокационное? Размеренность и неспешность махалли или бешеный ритм многоэтажек? Традиционные мелодии фольклора? А может вам по душе хэви-метал? Множество мелочей для цельной картины? Или один акцент и ничего отвлекающего? Яркие краски? Или оттенки серого? У всех свой вкус, у всех свой выбор. Экопен. Ваш дом, ваш выбор. تماشاگران عزیز و ارجمند رسیدیم تا به صحیفه یک شعری هجوی از طرف شاعری برنامه ما درباره اشتراکداران برنامه مرحبا دوستان درباره کی امروز ما شعر تیار کردید درباره من همین دو برادری که همین برنامه ما و یکی از نقش‌های اساسی اجرا میکنند من آرنجا دفعه آینده یعنی آشیما و گوشت برنج بری نه آزی میخوانیم درباره همین ها درباره کی ها در وقت خواندن شما وقتی شعر میفهمید معلوم میشود اینجا کی برادر باشد جان مانال کسی دیگهش مانال نیست من یافتم دلیل کدی بهادر مانال دیگه وریان نیست می یکو دیگه ماندگان خواهرای جان مرحبا دو دادری وفادار هر دویشان از سامغا دوامش نخوانید که بکن خنده که دگیریم بعد دو دادری وفادار هر دویشان از سامغار در این نمایش آنها چون آب و هوا در کار
با تارش علاوالدین میکند بعضی دینگ دینگ لطیفه هایش باشد مثل تامی بادرینگ خودش باشد مردی مرد زحمتش را کرده قدر خواه و ناخواه میخندیم تا اینکه نکند قهر نزدیکش دوره کی هم دیگرش هلالی دین دو وایش را ببین آوازش هم گنده زور نمیکنیم ما پیچین دایرهش دایم ترنگ لیکن دلش دایم تنگ 10 جا به وعده داده کجا رفتن به گرنگ چهار بینی مورد گفته نمیتونه چهار بینی نه شما این چیزا همچون یک حجویه قبول کنید تو آینده با ما هر یک اشتراکچی با میخیل در وصف هوای یک سوالم هسته محکم جان کن شما همین برای همین شعرهای نویسته اینهای خاراکتریستیک داداسید یک سال نیم سال سنجیده ثانی می نویسید یا خودتون میفهمید می چه هفته آدم به نگاه محکم جان هفته بیانگر 10 ساله ها اوجا قبل میبرم اینو 10 ساله ها اینو کلینتوی کونه لیکن یک چیز دیگه محکم جان اکو یکتا می بودن خیلی میکردید میشد اینها دو کس برافته وای کنید کاشنا شما هم نظرم سامغار بمیرید فقط که گام نزدم برو بچین مخیم جان اکا برای این خیلی فهمیدن و بادرنگ خورده تماش فهمیدن نکن لیکن از وقتی بادرنگ نه وقتی قلمفر از رحمت محکم جان رحمت محکم جان رحمت همین شهر با میخه گاب بودست و گاب خانه بودست گاب میشتیان همه یکیتا میشتیان کو ماشون بخیر ناس زده کیف کنه این ناس گندر زور کو این ناس گندر زور کو این به گاب نفته میشتیانو یک تاشونه خسورشون یعنی که چی میگه قاینتاشون زنشون داداشون اقشلاق مهمانی با میگن رفتیم پاکان یک گپی ما بشینید گفتم مو سفید ما نگاه کرده شد کرده همه ناس کشته تا میگه تعریف کراستی همه یاد کشه بچه‌ها میبخشتم یک تا منم ده هایتی هم همین کشتم گفتم هم تو خالتیت یان همشون یک تیز زده بعد 2 ساعت متوجه میکنه هم بچه‌ام چه خیال کن یک سفید میشد یک سیاه میشد چشم ما گفت همین خیلی دیگه آخر ما 3 روز باز اینجا داشتیم هم میگفت یعنی دیگه سامغرا هم خیلی از این به هر حال ما اومده رسیدیم تا به صحیفه دیگری برنامه ما که تماشاگران عزیز و ارجمند ما خوب میدونند که انا دوستانی ما دلیل جان و مظفر جان راویونی صحیفه گپ نیوز مرحبا اینک مخلصان اشدی برنامه گپ یک چند خبرهای حجوی برای خوشحالی هر یک شمایان و مهمانان بزم امشبه برای شما بدست اینک سر میکنم معلم دایتی اینک غالبی آزمونی زنکلان 2023 التماس کرد که به جای کوبک به او 2 کیلو گوشتیان بهتر بود نباشد زنش زده میکشد تا به وقتی که جانده بودید گفته فهمیدی انتیا اولیمان کشف کردند که چیزی خریدگی کراکش در خانه بسیارتر خدمت میکند نظر به خودی همون چیز یک روز معلمی فیزروک و معلمی مهنت جنگ کردند خیر اکون کرته یو لیکن ملاتوک این ملاتوک معلمی مهنت دیگه دان خبرهای عجایب فیل سخت گرسنه شبی گذشته از باغ حیوانات از بین پنجره های قفس گریخته برفته است اما خیلی گوش نماندگی داره تنها در خوجند در درآمدگاهی کلوبی شبانه 2 تا کامera جایگیر شده است کامera یکم آنهایی را که به کلوب وارد میشوند ثبت میکند و کامera دوم باشد کامera یکم را ثبت میکند که تا که یگان کس وی ندوزد دان دیش خبرهای فوق العاده یک الکتریک سویت درست که دوستگیشانده غلطی است الکتریک آپشی چشمش همه حیاتش نمی بلکه 5 متر استالبه گذاشته است در خوجند یک دزدی فربه پیدا شده است و فقط جمشه‌ای و توبکچه‌های گل می‌دزده است
گو گوسفندها نرخی گوشت فهمیده از صاحبشون طلب کردن که اوغیلاشون به یک تا کانسنر و یک تا جکوزی چسبونده شد. خبرهای ورزش در پایگاه لیژرانی به مسافه 20 کیلومتر در جای یکم لیژرانی رقمی 8 آمد، در جای دوم و سوم دو تا خیرس آمد. کوفتکوبی دیگه موندگی لیژران ها دوام دارد. دن خبرهای شو بیزنس. یک فناتکی انور احمدов یک فناتکی رپر برون رو زده لطوکوب کرده است. خیلی که حاجای خودشان میگن وای نیورم باشم زبانت داشته گبزان وای انور نه وای انور جان. این بودن خبرهای گپ نیوز. سلامت باشید. خیر. و روام اینها خبرها از معارف گفتم من سکنم در شاهراه خوجند اشت آزمونی کشیدن به بالای اسفالت گذشت. اون بچه‌ای که اسفالت یافت یکم جای گرفت. خب مرحبا. یک نفر بانک برفته سه یکم قرض میگیرد حاضر مود شده که برای که کارو پیش بردن پول اغلق گرفتن بانک برفتن لازم. بانک بدارن السلام علیکم. این مرحمت میزاج محترم مرحمت. شما همینجا پول قرض میتید؟ ها میتیم. مرحمت گذارید. خب چقدر قرض داده میتونتون؟ چقدر خواهید میتیم ما؟ ها خب. لیکن یک چیز پرسم خواهرم حالا بای. شما همین قسم بام قرض میتید می؟ ایه. ما میتیم دیگه قسم با قرض گفته است. میتید می؟ ها. پول نتیاد چی؟ خیر وقتی که آدم قسم میخورد و پول نمیتید و دنیا رو بعد نزد خدا شرمنده میشه ده. بعد این آدم گفت که این آدم کی دنیا میرفته سو حالی. بعد بانکیر گفت است که گوش کنید میزاج محترم از روزی پرداخت 3 روز گذرد و 4م روز نتید نزد خدا میرید دسانه. یک تا بچه بانک بر رفته سو گفته است که من به همین 1000 سومان پول در کار همین خیلی شرطش باشد که من بعد 1 سال فایزش قوش کرده بعد 1 سال میتیم هر ماه آورده نمیتیم. گفت شما یک وی دیگه خیلی گفتید این خیلی وای به یگان چیز میمانید میگرفت. گفت یک تا ماشین فراری های مانده میبرم. گفت 1000 سومان گفته ماشین فراری مانده برفتن بعد 1 سال آمده پول داده ماشین میگیرم. گفت وای سوال دادن که یک سوال شما فراری تان باشد این برای چه 1000 سومان که پول گفتید؟ گفت تو اوی کده بینم من 1 سال یوروپ رو کار رفتم اوی کده بینم ماشین ماندم به این بهتر جا نیست فرافته برفتم. یک موسویت بانک بر رفته سو من به 100,000 سومان در کار 1000 سال به در کار گفته است 1000 سال به تید گفته است. گفت شما خودتان و موسویت و 1000 سال قدر و یک کیم میتید؟ گفت خداها میتید. چرا که این خیلی گفته است؟ گفت خلقنده مقال های خدا اندگی 1000 سالگی گفتگی. یک تا غلام جان شنو ببین. ها کنی غلام جان مرام چیزی خوندی؟ انیکدوت لطیفه. حالانگی باینی گفت من انیکدوتم ترکی میخونم. یک روز افندی سلام مرام دو آشنا وا خود موندیانی یک تاش پرسید است آشنا نظمی تو با چی کار مشغول بود؟ ای بیکار گفته است. نه یگان کار کنی نمیگوید نه کار نیست دو سه تا کار رفتم نشد گفت. همه گفته است سرود خوان گفته است آرتیستی کن گفت تا این درجه بیکار نیم. یک تا بچه پیشی بانک به سیمیچکه میفروخته است. یک تا همسینفش آمده گفته است که آشنا جان یک 100 سومان قرض داده ایست. گفت نه من قرض نمیتیم. چرا قرض نمیتی؟ گفت قفام دیداسی می بانک های گفته. گفت شرطنامه هم های بانک کدی. چه شرطنامه؟ گفت من قرض به پول نمیتیم بانک سیمیچکه نمیفروشد. آشنا گفتید یک تاش آشنا جان ها همین آشنای بهتری ند به 1000 سومان پول میدادمی قرض به گفت آشنا میدادمی منند حال آشنای بهتری هم نیست. سفید رو لیژرانی رفتینو بینا رازمیرشون لیسونی و همون لیژه میدادگی آدم به اکو لیژه پتینکاش رازمیری من نیافت توصیم گفت اکو رازمیرتون چند گفت 45 گفت هشما او لیژه سیده کار گفتم. حتی آشنا نزدی آشناش با من گفت است که
همین حیات با ایگون چیز میترسی میگوید ادو تا چیز میترسم از چه میترسی میگوید اد دکتری دندان که تاریکی افتاست اد دکتری دندان خیلی یاردان میکنه نرمال که تاریکی چه میترسی میگوید ممکن هم جان دکتری دندان باشه خب تماشاگران عزیز و ارجمند رسیدیم تا به لحظه ای که دوستی عزیز ما شاعری برنامه یک متن تیاری رو به اینجا آوردم. گمان میکنم که عزیزان درباره پول گپ زدیم ایسو گپ زدیم من چیزی گفتنی هستم امروز هم انا همین موضوعهایی که سری ورد زبان مردم هست الهام آورنده محکم جان گردید و محکم جان عزیز ما یک متن بسیار با حشمت نغز آوردم با حشمت گویم من میشد اونجا در هوای موسیقی آزادبek نظربekov خفه بولما خفه نه با همراهی پرودیوسری همین برنامه اعظم خانکو اکبر اینا باید شما گویید دو کس نوشتید گفتن نمیشه گفتن دکو زحمت قدر کردن گفتن نمیشه گفتن نمیشه هرچی شدنش بود گپاشون درست زحمت قدر نکنی سانی قدر زحمت میکنی نه من خودم احتیاط کنم و همسایه‌ام دوست نکنم به هر حال بچه‌ها همه شما متن داریتون از دوستانی عزیزم عالم جان و غلام جان خواهش میکنیم که میونن که چی هلال دین خواهش میکنیم که همین در هوای موسیقی خفه بولمان شود مرحبا نوا قیمت شده است خفه نشوی خفه نشوی سودا هم به همت شده است خفه نشوی خفه نشوی زمین سخت و آسمان بلند از بی پولی سرها گرم زمین سخت و آسمان بلند از بی پولی سرها گرم قدری کسی پولدار بلند خفه نشوی خفه نشوی قدری کسی پولدار بلند خفه نشوی خفه نشوی ارزان شده بنزین و گاز بر همه گشته ارزان شده بنزین و گاز بر همه گشته دسترس اما پولی این ره گیرا خفه نشوی خفه نشوی اما پولی این ره گیرا خفه نشوی خفه نشوی هم گزد خفه نشوی خفه نشوی بالای دوشتور هم گزد خفه نشوی خفه نشوی همیشه در امان کوشش کنید در این زمان باشید همیشه در امان از کار هر دور و زمان خفه نشوید خفه نشوید از کار هر دور و زمان خفه نشوید خفه نشوید نرخ و نوا قیمت شده است خفه نشوید خفه نشوید سودا
انا اكو درباره دوستان درباره این چی زمانه گپ زدیم خواندیم سرود محکم جان از تشکر زیاد میگیم برنامه آینده رو باز میانه از 27 جاش محکم بندید چون که ما اینجا حاضر با خدا اگر خواهد با این صحیفه باز کمتر رشد میدیم تماشاگران عزیز و ارجمند یادآور از آن میشیم که در شبکه یوتیوب در کانال آزیا شما میتونید ابونه شوید و لایک های خود برای ما گذارید و در همونجا میتونید شما لطیفه های خودتون یا اینکه یگان تکلیفاتتون باشد در همونجا گذاریدتون ما حتما همون تکلیف های شما رو به اجرا میرسونیم. خوب یک گروه صاحبکار وقتی که میگویم میدونتون صاحبکارا یعنی که اونها مثلا ما پولکتی آشنا باشیم و او خیش جدا ناز فهمیدنده هم وقتی استراحت با آمده گپ بشینیم و ها پامیر با این جوابا شکار بمیرن دمگیری بده اونجا به ماشین که نمیرن و چرخ بال کت میرن چرخ بال میدونید ورتلیات بارکالله بادر جان همین وقتی فرامسادگی نه ورتلیات هم اکا جان گوش کنید شف کی اینجا نه شف کی گفت علامتین با این شف کار من گفت اکا جان فقط دو تا مارخور میاندازید مارخور میدونید بوزای کو دو تا میاندازید سه تا شب دیگه من برداشت نمیتونم حرکت کنم دو تا اندازتون خیر گفت تمام هایکل بافتاست بعد 3 روز آمده است نگاه کنه 4 تا مارخور انداختگی و من گفتم که شما با اکا جان دو تا من دیگه برداشت نمیتونم گفت یا والا کرا بار کن وای دفعه لوچی کو من نگو بعد خلاص ولی لوچی کم برداشتم 4 تا بوزا همین همه بوزا برداشت کنم اونجا باشه همین رفته 2 سال میتونه رفته غلط است اینا جسر غلط است حتیش بعدیامو چنگو تو پلان خودش بوم صاحب کار شف کجا اومدیم گفت وای دفعه که 2 سال میتونه اسم غلط خدا کند که یکم کس نافتاد برنامه ما دوستانی عزیز تمام تکلیفاتی یک چی گوید تمانیاتی بسیار نیک داریم ما باور کنید اگر خوب مرحمت دلیل جان مرحمت یک دوست بیکار موندسو وای برفته است موی قاپی و یک موی دونم گفت موی همون تیلوی فرامده است گو آرزو تدزی کنم گفت دیگر خیلی زیگم آرزو گفت دیگر خیلی من دینه یک کس قاپید $10,000 تگفت دادم گفت دیگر خیلی باشد همون آدرسش تگفت است یک موسفید ماهی تیلاگین قبیدیانو ماهی بسخوان در آمده من ساعتی 3 تا ویتانه اجرا میکنم 3 تا ویتانه نیر خواهشتونه که 3 تا خواهشتانه وای کده اجرا میکنم گفت شاید گیفتیانو سید کشان با انداخته راست برده با رابه من ساعتی اجرا میکنم سیریاز میگفتاسیم خواهشان برده شاید برده دیگه با انداخته خیلی های گوششان نمیشونده از بیه خانی حبیب نورمگامد فت دوست دارم دست خانی حبیب درام دست مکیمی درام دست حبیب قبل دست بیاد اکو 15 minut اینجا مگذارد که 15 minut وقت مگذارد بعدی 15 minut نگاه کدام خیلی منظره ده اکو حبیب لخ همه جاش اکو حبیب بنو چیزاش دیگه خونه دوستگی مافته خانی افندی و دوست دارندسو یعمالی تو تاریکیده زنش آدمسو خانه دوست دارم است افندی یگانیش کنید گه ایس ابو ممکن یگانیش زیاد کفت است بعدش بخیر خوب زنش خانی باش برام دیگه روز شنبه ردیفس کردین مرد گفت که نه بعد فوتبال پرتغال گفت که فکر خبر تخر شده است اینجا سوید نیست کو شما کی من دوست چه کافشت کی پول یاوید منم بدا کنی افندی کوچنده فقط خودتون با چیک میکنه ده افندی کوچنده کیمچی کوفته استفاده نه تو آدم بوده ها افندی تینجی می چوک همه کلیتم گم کردم کوفته استفاده هم میجنده همینجا گم کردید می نه خانان گفت است کوچنده زی کوفته استفاده خانان سوید نیفت بالی ماستی نور یمان کروسیانو اینجا حتی زنک بچه چشکی رفته شدگر بچه چه بوا تنگه نیه گفت آب و هیچکی نیکو شافی رو گذاشت واسه این چه کنم اینا این گفتش نه حتی مردک رسیبت که رفته کرد پاپ کچاش بزنه کرد تینجی میخواد این تنگه خود نمورد با اینا گفته نمیشد این وای داشت نه مردک کم دو
میگه جنگ کرد غلط است دکتر میشم گفت نیم آنالوگی بیفتاد از ما یک بسیار موضوعهای بسیار جالب بازی گفتیم اینجا تنها گفتنی هستم که البته کسب و کار بسیار است امروز بین گرد و اطراف همه کسب ها مثلا هست مثلا گیریم ما هم میگویند که 4 نفر 5 نفر آدم مسوس یک تا آرتیست قوتشان دکتر مثلا گیریم اینش هم هست که همچنین ردایف بنابراین تماشاگران عزیز و ارجمند برنامه گپی ما بسیاری شما خواهش میکنید که کمتر وسیع‌تر کنیم وقتش رو زیادتر کنیم از این خاطر ما حرکت داریم انا همین تکلیفات شما رو نیز به نظر گرفته با قریبی باز ما همین یک صحیفه های نو رو نیز وارد میسازیم و گمان میکنم که برنامه های آینده ما رو شما تماشا میکنید و خودتون خلاصه برآوری میکنید امروز من میخواستم از این فرصت خوب استفاده بردم با دوستی عزیزمون غلام جان که وقتی قیمتی خود رو در ایران داشته مهمانی ما گردیدن مینداری خیش بیان سازیم یک دهان آش نخوردن نمی رفتگی اکا جان فهمیدید من باوری کامل دارم که شما آش میخورید یا نمیخورید ها میخورید اینجا یک تا گپایده پرسه دادن نه پرسه دادن نه اینجا یک تا گپایده دارم بعضی آدم وقتش وکی های پیچونده تیم میگفته که و هر حال تماشاگران عزیز و ارجمند رسیدیم به فرجام برنامه امروزی ما میخواستم درباره همکاران برنامه طرفخانه قهوه‌خانه زیتون گفته گذاشته باشیم عزیزان مرحمت کنید شام بیایید سحری بر وقت بیایید چون یک موضوع بسیار مکانی بسیار عالی جناب است خودتون بیایید بعد به سخنان من باور میکنید 3 نمودی طعام ها استودیوی عزیزان ویدیو تمامی معرکه های شما را به نوار میگیرن با صفت اعلی و بسیار میخواستم که شمایان عزیز هنگامی که توی میکنید مرحمت کنید آمده مراجعت کنید بچه‌های ما هم کسبیتشان جدا بالا است خدمت شما را اجرا میکنند مسئله آواز با معماش تماند ظفر جان اینجا با خوشنگ لیبل از خاطر نمیبرم دوستان عزیز و ارجمند در همین جا من به همه شمایان برای شرکتتان تشکر زیاد میگم دور نمیریم آش پلو آماده است گمان میکنم که یک تا می‌نوازیم تیار آشی پلو با مزه آشی پلو خوشمزه آشی پلو